صلواتی برای خلاص شدن از قرض. هر کس این درود شریف را بعد از نماز پیشین 100 مرتبه بخواند، 3 چیز برای او حاصل می شود. یکم، هیچگاه قرضدار نمی شود. دوم، اگر قرضدار باشد قرضش ادا خواهد شد. سوم، روز قیامت از او حساب گرفتن نمی شود با خواست خداوند. درود شریف این است: اللهم صل علی محمد و علی آله و بارک و سلم. اللهم صل علی محمد و علی آله و بارک و سلم. خداحافظ برادران عزیز. در کانال آبونه شوید و در ویدیو لایک بمانید. به دوستانتان ویدیو را بفرستید.